شرورترین رپر تاریخ. کمپانی قراردادش رو فقط بعد یه آلبوم کنسل کردن. برادرش توی تصادف کشته شد و در نهایت کارتون خواب شد. شاید اینا برای شکست دادن دنیل دومیل کافی باشه. اما زندگی برای شکست دادن MF دوم باید بیشتر از این حرفا زور بزنه. شرور قصه هیپ هاپ آمریکا برای انتقام از زندگی فقط یه ماسک و یه میکروفون کم داشت. این ماسک رو قبلا جایی ندیدی؟ این ماسک دکتر دوم شخصیت شرور دنیای مارول، یه فیلسوف ضد قهرمان، اما نه شر مطلق. ویکتور از نگاه بقیه آدم بدیه، ولی خودش اصلا میشه به شرور به خود هم دقیقاً خودش همینطوری میدید. رپری که خودشو خارج از جریان اصلی تعریف میکرد. یه جورایی ضد قهرمان هیپ هاپ بود. چون زمانی که همه رپرها داشتن استایل لباس پوشیدن و پولشون و دوست دختراشون رو شواف میکردن، اون فقط با یه ماسک سعی میکرد تمرکز همه رو از چهرهش بیاره روی کاراکترش، قصه هاش و قدرت بازیش با کلمات. اینطوری شد که بهترین شرور تاریخ هیپ هاپ متولد شد، که البته الهام بخش خیلی از رپرهای هم‌نسل و نسل‌های بعد خودش هم شد. دنیله بعد از MF دوم یه شخصیت جدید خلق کرد به اسم ویکتور وان. این شخصیت نسخه جوان‌تر MF دوم توی دنیای موازی بود، دنیایی که توش هیپ هاپ غیر قانونی بود. ویکتور برای پیدا کردن هیپ هاپ واقعی به جهان MF دوم سفر میکنه، خودش رو به عنوان یه MC ثابت کنه. برای همین نه قافیه هاش، نه صداش و نه حتی لحنش اصلا شبیه MF دوم نیست. توی آهنگ فنسی کلاون یا همون دلغک شیک پوش، ویکتور به دوست دخترش زنگ میزنه و متوجه میشه که اون با MF دوم بهش خیانت کرده. این روایت‌ها به شخصیت‌های دنیله اجازه میده که روی هم اثر بذارن. And he was born in the UK but raised on Long Island. Tonight, the music world mourning the loss of legendary rapper MF Doom.